من همچون پرزیدنت سوگند یاد میکنم که کنستیتوسیا و قانونهای جمهوری را حمایت می‌نمایم. تأمین حقوق و آزادی ها و شرف شهروندان را کفالت می‌دهم. سرزمین، استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان را حفظ می‌کنم. به خلق صادقانه خدمت می‌نمایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان گرامی، پیش از همه خداوند قادر یکتا خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌هاش، از آن جمله برای خوبترین، بالاترین و بهترین نعمت رب العالمین ایمان و قرآن است. الله تعالی را شکرانه خاص میگم و انشالله امید دارم از دنیا به ایمان و به قرآن رفتن نصیبمان میگردونده باشد. نوار خورده که شما دیدین هموطنان گرامی، در هر موضوعی که اوید به تاجیکستان ربط داشته باشه، این نوار یا این سوگند پیشوای معظم ملت اگر در هر نوار باشه، مقدمش اولش باور دارم که خوب است، فایده داره. یعنی یک گوشزد میکنه نوار ما را که این نفر سوگند خورده، کفالت داده گیه، مسئولیت بزرگ بر عهده گرفته گیه که هر کمبودی میشه، هر مشکلاتی که در تاجیکستان رخ میده یا که در خارجه از جانب یگان کشوری بگیم بنام دوست نسبت مردم ما یگان کاری بد روا میبینن، این نفر، این شخص، این مخلوق، این موجود زنده در ظاهر و در باطن مرده جوابگر است، زیرا سوگند خورد مسئولیت امروز و آینده مردم تاجیکستان در داخل و خارج را بر عهده گرفت. همچنین کفالت میده که حقوق ها، آزادی ها و آبروی شما را حفظ میکنه که ما در اینجا صحبت من آید به همین حقوق ها و آبرو و همچنین شرف مردم به حساب میرود. موضوع ما همین موضوع دارد، درباره همین است. برای همین یک اشاره کردم که نوار سوگند یادکنی باید در هر یک ویدیویی که هر کسی که یا مراجعت میکنه یا اعتراض میکنه باید همین موضوع، همین ویدیو در اول موضوعش باشه. بسیار خوبه، هر کسی نباشه. موضوع ما دوستای عزیز، هموطنان گرامی، درباره بهترین نعمت خداوند ما بگومش خوب است که از روی نوشته شما الکی میدونین موضوع من چیه. من مادر بهترین نعمت خداوند میدونم که یکی از بهترین نعمتایش که به بازگشته. بسیار نعمتای خداوند اگر از دست بتی با دوباره بر میگرده، اما در مسئله مادر حتی پدر به بازگشتن، یک بار میان و یک بار میروند، دیگر با هیچ چیز ما اینا را پیدا کرده نمیتونیم یا خریده نمیتونیم. در وصف مادر، در ستایش مادر، فضیلت های مادر همه قدر شما هممون همه قدر شنویده ایم، همه قدر گوش کرده گیم و بازم میدونیم که هر یک انسان مادرش دوست میداره. هر یک انسان، حتی حیوانا دیده باشین، حیوانا مادرشون و پدرشون دوست میدارن و مادر که بسیارتر خدمتگار و زحمتکش نسبت به فرزند چه در همه جا معلوم است که فرزند از پدر دیده مادرش بسیار ناز میبینه. غیر از این سرودها، شعرهایی که درباره مادر دیگر حتی بعضی همون سراینده ها یکم بار شروع میکنن بیگویشون با مادر، باید مادر سر میکنن که میدونن بسیار مثلا مهاجرای داریم در خارجه، باید مادر گوش کرد در حال گریه میکنن، یعنی در یادش میزنه که مادر ما بله زحمت میکشیده، مادر ما مرا کلام کرده، انا باید ما به قدرش برسم. اما یک ساعت بعد میبینی با همون خریگریش یا یکی فراموشیدن از مادرش یا دیگر
خلاصه درباره مادر همه نمود سخنها را از زبانهای گوناگون شنیدگین، اما بهترین ذات، بهترین خالق، بهترین ربی که ما و شما را آفریده، همچنین با ما و شما مسلمانیم، میدونیم درباره مادر، تنها درباره مادر، همچنین پدرم، درباره پدر، والدین، در 6 جای قرآن یا که در 6 سوره قرآن با احترام و اطاعت والدین ما و شما را امر کرده است، امر کرده است، فرمان داده است. از آن جمله سوره اسراء آیت 23، سوره احقاف آیت 15، سوره لقمان آیت 15، سوره صافات آیت 101، سوره نساء آیت 36 و همچنین سوره انعام آیت 151. شما میفهمین که یعنی خداوند اولین شیده ما و شما را از بزرگی والدین هم خبردار کرده است، هم ما و شما را امر داده است. دیگر هر عالمی که صحبت میکنه میدونیم که یا از قرآن باید بگه یا از حدیث بگه. یکم سخنش اگر عالم دین باشه، حتی اگر شاعرها باشه یا نویسنده ها باشه یا فعالان جامعه و دکتر، حتی این همی پیشوای ملت، این همی ابلیس چندین سخن ها داره. ما در اخیر سخنم یک نوار خوردشه از صدها سخن داره، گپ ها داره که درباره مادر بسیارتر میگه و میدونیم که هدفی دیگه چیزه. وقتی موضوع نداره برای سخن گفتن، وقتی یگان برنامه خاص نداره، یگان گفتنی مهم نداره و همچنین میخواه پدر مادر را جلب کنه به خودش که فرزنداتون نسبت من، نسبت ظلم من، قتل کشتار من نباید سخن کنن. در بسیار سخناش دیده نه فقط تعریف از مادر میکنه. حج نرین، مادر در خونه هست تمام حج نرفته، پدر در خونه هست حج نرفته. این معنی نداره گپش، این گپش هیچ معنی نداره. ما گفتیم که نیاز به سفسطه، نیاز به گپای پوچ رحمانوف نداره. ما پیشتر گفتیم که مادر همه نفر میدونه که عزیزه، بزرگه، احترامش برای ما قرضه، واجبه، مهمه و همچنین بالاتر از همه گفتیم ما را خداوند اولین شیده فرمان داده، دستور داده که مادراتون احترام کنین، پدراتون احترام کنین، همچنین اطاعت کنین. دیگر نیاز به گپای رحمانوف ما نداریم. این افسانه‌اش یا این نصیحتاش میتونه که به فرزنداش کنه که ما نمیبینیم که فرزنداش چنین دوستداری با پدر و مادرش داشته باشن. ما باور دارم که از فرزنداش دیده اونمون توتاق به نام عبدالله رهنما، از صورت چمانم اگرچه بسیار مشکله برای ما صورتی را ماندن، این همی نفر، این همی توتاق از همون فرزنده رحمانوف دیده رحمانوف بسیارتر دوست میداره. اگر در تاجیکستان یک نفری باشه که دوستش بداره این همی نفره. خب منظور گپم چیه که نیاز به سفسطه های رحمانوف ما نداره. مادر عزیز است، مادر نعمت است. بسیاری میگن که وطن مادر، مادر وطن، اما ما دیدیم در تاجیکستان، ما شنیدیم، شاهدیم که خیانت به وطن کرد رحمانوف، خیانت به مادرش کرد. سوگند به شیر مادرش نخورده بود، خورده بود. همه ما میدونیم. ویدیوش هست، ما رو نموندم، ویدیوی نوش موندم که پرزیدنتی نو داریم گفته یا پرزیدنتی جوان یک عمره هست. همین نوار سوگند شموندم به شیر مادرش خیانت کرد. اما میبینی در سفراش میارن یک پورتریت کلان، صورتی مادرش میده و کوز میسته، صورتی رو مچک میکنه. مادرت اگر عزیز است، مادرت اگر در نزد رحمانوف قدر قیمت داشته باشه، مادران دیگر را هم در نزد فرزنداشون یا که عزیزاشون قدر قیمت دارن. وقتی نمیخوایی که مادرت یک نفر حقارت کنه، یک نفر مادرت گپی بد بزنه، لعنت کنه، نفرین بخونه، اگر زنده میبود یک نفر میرفت شتکش میکرد، مومای میرم چیکار میکردی؟ تا روزش میدادی؟ باور داشتیم که با تنکه میزدیش، با ورتالیات میزدیش که تو مادری مرا زدی، مادری مرا حقارت کردی، با طرف مادری ما داد زدی، دست برداشتی، چون این کارا را میکردی، این حق هم داشتی.
من از هموطنان خواهش میکنم در اینجا هم اومدی گپ است که مادر رحمانوف پدر نیزویسنش حقارت نکنین، زیرا اونها از عالم گذشتن، هر چیزی میگین هر گناهی میکنه رحمانوف میکنه، دیگر رو پدر مادرش دیگر به خدا بسپارین. حقارت نکنین، حقارت کار خوب نیسته، عملی مردانه جوان مردی نیسته. خب هموطنان گرامی، صحبت ما درباره مادر، درباره حتی تحقیرای مادر، درباره فضیلت ستایش مادر نیسته. ما برای شما پیش از این که نامهای 5 مادر، 5 جبر دیده را بخوانم، یک حدیث حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که بهترین نمونه، بهترین الگو برای ما برایتان میخوانم. میره همت میدونین، من باور دارم که نفری نیست که ندونش همین حدیثه. پیامبر خدا چی گفته بود؟ بهشت در زیر پای مادران است. اما بهشت دنیا را نگفت. تاجیکستان بهشت میگن که بهشت آخرت گفت. یعنی از پدر مادرت خدمتگار باشی، نگهبان باشی، پدر مادرت راضی کنی، خداوند را به بهشت میبره. اینا ما باید که فراموش نکنیم. انا میگذاریم درباره تحقیر مادرها از طرف حکومت رحمانوف، ناسزاگویی مادران از طرف نوکران، شیکا یا گروه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. یکمین مادری که من 5 سال اخیر هم میگم، زیاد مادرها هستن که اشک میریزن، نواراشون است، گریه و داد و فیغان میکن، زیرا فرزندشون یا که زندان کردن یا فرزندشون کشتن یا نمیدونم فرزندشون به خدمت بردن یا دیگر. اما مادرایی که مستقیم اذیت دیدن، آزار دیدن در شبکه‌های اجتماعی، نامشون است، صورتاشون است، نوارهاشون است. من همون 5 مادر که در 5 سال اخیر است میخوام برای شما یک بار دیگه خاطررسان بکنم که ما فراموش نکردیم که در این 30 ساله‌ای که رهبر کشور است، یک الکش، یک بیناموس، یک دیوس، مادران تحقیر میشوند، زمین‌های تاجیکستان فروخته میشوند، مادران مردی کار بازار در شیشتگیان، مادران به طرفای خارجه برای مردی کاری، حتی بعضیش همچون یک غلام میروه دست یک خارجی را کار میکنه. این همش سیاستی پلید، سیاستی کثیف جزیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است. اولین مادری که از طرف این نامردا، از طرف این ظالمای بدبختا مورد ظلم و ستم قرار گرفت، استاد قربان وای 72 ساله از مسچو بود، اگر خطا نکنم از ولایت سوغده، از همه ولایت قریب از من میارم مثال 3 ولایت دارم البته، یک تا ناحیه تابع مرکز. استاد قربان وای شما میدونین هموطنان، نمی صورت شده همین نفر از طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی، از طرف این بدبختایی که چندین بار ما شاهد قتل کشتار اینا هستیم، دیگر یا را ما باور کردن نمیتونیم. برای یا هر چیزی بگیم، حتی نفرای تهمتشون میکنن ما الک باور میکنیم، برای میدونیم که اینا ماهرن، اینا حقیقتا بگیم یک ظالم بیرحم که نه به مادر، نه به پدر، نه به پیرانسال، نه به خردسال، به هیچ کس یا رحم نمیکنن. غیر از این هر ظلم و هر تحقیری که بخواهن روا دیدن میگیرن برای زنها. این مادر، این نگاه کن 72 ساله را آوی جوش ریختن، همه کسا با زدنش لیچ کردن، نوارش هسته. من گفته ایستم که من مادر را میگم که از طرف رژیم عذاب دیده. این رو ببینن، این مادر عذاب کشید. حتی بعد یک ماه پس یا 2 ماه پس در یک خبر دیدم همون 2 نفر از کار آزاد کرده، نفرایی که آب جوشومگی ریخته و اینا زده، همین کمپی را استاد قربان وار دیدین. بعد وقتی این نوارش برآمد کمی سر صدا شد، اما با چنین دلی من نشید، یا که با او نمودی که باید جزا میگرفتن اونو نکردن، باید همون 4 ملیسه بود، 6 تا بود، باید اونا رو هم لیچ میکردن و در همون اوزاراشون آب جوشومگی میریختن.
این میبود عدالت، این میبود حق به حقدار رسوندن، اما نکردن. این است یکم ظلمش که به مادرها که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. همین جا میخوام دو مصرع شعر به همین عقی پدر امامعلی رحمان بخونم که شاعر گفته بود است که پدرکش را در این عالم نباید، اگر باید پس 6 ماه نشاید. خب دیم مادر موجیگل غایب با وی 70 ساله. این مادر از ناحیه تابع مرکز، از ناحیه رشت است. این چندین بار در رسانه ها برآمد، با شعبه کارهای داخلی بردنش در ناحیه رشت بازپرسی محکم، چند بار با طریق همسایگاش زدنش، تحقیرش کردن، چندین بار مراجعت ها کرده است، پسراش بردن محکم کردن، نبیرش کشتن. همه این از جانب حکومت رحمانوف حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان صدا داد. جزا گرفتن، اینو نگرفتن. حکومت رحمانوف همون ملیسه هاش در ناحیه رشت جزا نداد. من نشنیدم باید جزا میگرفتن، جزا ندادن. نگاه کنید، من در یک چیز دیگر هم بگم که همه این کار در ما مردم هم گناهگاریم. وقتی یک مادر چونین اذیت میکشد، چونین آزار، چونین شکنجه میوای طرف یک رژیم یا چند ملیسه چر، مردم باید که به پا بخیزن. این کار یک نفر، کار 2 نفر نیست. مادر برای همه گفتم عزیزه، اما حمایت از مادر برای همه لازمه، برای یک نفر نه. اینا قدر مادر را نمیدونن، اما ما و شما باید بدونیم. 3 نفر عایشه میرزای وی 70 ساله. خب انا اینجا موضوع علاقه دیگر می شود. عایشه میرزای 70 ساله اپای غفور میرزایف، گنرال غفور سیدایش میگن. شما هم میدونید که نفری که صادق با امامعلی رحمان بود، اما رحمانوف خیانت کرد. رحمانوف واقعا خیانت کرد و را به حکم ابد، تبادلات دولتی و رشوه و قتل دیگر 2004 دستگیر شد، 2006 حکمش برآمد. یک نوجوانمردی، نامردی و خیانت رحمانوف بود که نسبت به امو اطرافش بسیار شکست کشت یا زندان کرد. باید غفور سیدای آزاد میکنه، باید آزاد کنه. اینگاه ما باید آزادش کنه، اگرچه رژیم نمیخواه، زیرا نمیخواه که نفری که صادق باشه، منظورم به وطن، نفری که خدمتگار یا فرزانه وطن حتی باشه، این نمیفرش رژیم، اینا نمیخوان. باید هم بشون رنگ خودشون فاسد، فاجر، نفری دزد الکش بی رها و بی تربیه باشه، خودشون همین نمیخوان. خب این مادر عایشه میرزای و قریب 2 هفته پیش، گفتیم 2 هفته پیش، خبر داد که یک گروه اوباشا از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با حضور رئیس برق ناحیه واسه با خونش میان، برقش خاموش میکنن. برق خونش خاموش میکنن. میگه برای چی خاموش میکنی؟ قرض دارم. نه. خیلی چرا خاموش میکنید؟ از بالا فرمان شده. از بالا فرمان شده. بالا کیه؟ بالا رئیس ناحیه باشه. اگر رئیس ناحیه از خودش بالاتر داره، رئیس ولایت ختلان. اگر رئیس ولایت ختلان فرمان داده باشه، از او بالاتر هسته رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت که دختر پرزیدنت، از او بالاتر سروزیر که اطاعت از رحمانوف میکنه و بالا میریم امامعلی رحمان. دیگه کیه؟ هیچ کس. امامعلی رحمان بالا کسی هسته مسئولیت داشته باشه؟ نمیبینیم. ما نمیبینیم. اگر بگیم زن شای خطا میکنه، بیچاره نمیتونه چون این مسئولیت بر عهده بگیره که رحمانوف کنترل کنه. پس رحمانوف فرمان داده است که برق خانه این مادر را خاموش کنید. برای چی؟ برای فرزندش از سیاست من ناراضی است. شما فکر را بینید، شما عقل را بینید که یک نفر از سیاست این شیطان ناراضی باشد، این کاری که ای دستش میاد، کاری که میخواه بکنه، که در حالتی که هیچ عکس العمل نشون نمیده. وقتی که برخی خونه یک نفر خاموش کردی و خوب فرزندش به بلاغت رسیدگی او دیگر ای راهش نمیگرده،
یک کاری که تای دستت اومده است هم برق خاموش کنی باشه یا آبش قطع میکنی یا شاید دیگر نمودی فشارها را بلوش میاری، اما فرزندش نمیگرده، حضرتش نمیخواه بگرده، تو شرمنده میشه و همین عمل یهودش تا اجرا کردستی، تو داری پیاده کردستی. در غزه مردم در فلسطین یهود برقش برای چی خاموش کرد؟ برای دشمن میخواه که ای عصبانی زیاد چگونه من ضربه بزنم، چگونه من همینا رو عذاب بتم، نمیدونه چیکار کنه، نمیتونه، برقش خاموش میکنه، آبش خاموش میکنه، اینترنت هم میکشه، همون کاری که رحمانوف کرده است. چی فرق داره؟ چی فرق داره؟ باید دنیا هم توجه کنه به طرف تاجیکستان که نه تنها در غزه برقش خاموشه، آبش خاموشه، اینترنتش، رحمانوف هم این کار را میکنه، باید به طرف رحمانوف هم حمله و هجومی بی‌رحمانه کرده شود از طرف اروپا و امریکا و کل دنیا. خلاصه این بی‌رحمی، این کارهای بی‌معنی رحمانوف هم فراموش نمیکنیم. چهارم مادر عایشه عبدالله 72 ساله، این شم همچنین پیشتر مادر پیشینه واره عایشه میرزایeva و عایشه عبدالله هر داشت. ایش در ناحیه فرخور خانه یمیان برقش خاموش میکنه. برای چی؟ فرزند تو نسبت به پرزیدنت ناحرمتی کرده، نسبت به پرزیدنت گپای بد گفته، خوبم کرده. هر کسی، من جانب دارم، هر کسی نباشه که ضد پرزیدنت یا که در مقابل رحمانوف هر سخن میگه، هر عملی نمیکنه، ما را نکوهش میکنه، ما را میسیتویم، ما را تعریف میکنه، ما را دستگیری میکنه و در پهلوی اویم هر کسی نباشه کاری بهترین میکنه. باهاش 5 چی گفتین؟ کاری شما کردین، برق خونه یک نفر خاموش کردن، این صاف فراموش نمیشه، صاف فراموش نمیشه. و ما در آخر ما میگم که اینا را باید که چگونه یا چه خیل نسبت یا رفتار کنین نفرایی که چنین ناحرمتی، چنین دست درازی، چنین به تربیتگی را نسبت به مادرها، نسبت به زنهای ضعیف و اون هم پیرانسالان روا دیدن. 5 پیرزن در وحدت نیشان نام راستی نفهمیدم چه 82 ساله، من نوارش یک هفته 2 هفته پیش پرسفتگیم در این کانال خودم و در دیگر جا دیدیم که تا قریب میلیون خیست. در وحدت زن به خاطر نبیرش شاید مقاومت میکنه، یعنی که نمیگذاره که آدم دزدا، آدم رواها، این ظالما نبیرش به خدمت برن که یگانه نبیرش بده که کمکش میکرده دستیاب یا نان آور خونه بده. اینا چیکار میکنن؟ مادری بچرن میزنن، کمپیرم میزنن. نوارده دیدین؟ چیزی نیست که من ساخته بگم. این کمپیر چند بار مراجعت هم میکنه، بیچاره گش نبوده است، بی سرپناه بوده است. دیدین نواره؟ و این کمپیر همین صورت شای دیدین که شما چگونه گریه میکنه. شما بینین 82 ساله. شما باید، من باور ندارم که نفری پیدا شده باشه. من همه کامنتاری ها نخوندم یا که هر نوارد ما اینا ندیدم که مردم نسبتی چی سخنی مثبت یا منفی میگه. با باور کامل میتونه گفته که یک نفر پیدا نمیشه که بگه خوب کردن کمپیره. همه نظری مظلومانه نداره نسبت به این کمپیر. همه جوابی همه باور دارم همین نظرش همه که کارمندان کمیسریت حربی در شهر وحدت و رئیس جماعت بده است یا ملیسه های او شهر بده، همه او با جوابگاری کشته شد، اما نشید. برعکس گفتن، چندی بار گفتم، من این گپا رو باید تکرارم بگم، رحمانوف در هر جایی که یا متهم میشه یا ظلم میشه بر قصدونه یک چند روز بعد میره و در اونجا رقص بازی و پیشوازگیریش میکنن. همین وحدت رفینه. دیدین اورو را؟ دیدین چیکار کردن؟ رقص بازیش کردن. نرفت خونه و کمپیر، سوگندت گجا شید، احترام به پدر و مادرت گجا شید. صورتی اوچت هم میبینی میدوی مچک میکنی صورته دیگه. او پلاکت یا پرتریت خاک داره، لای داره یا اگون گهی کفتر چیزی نداشتش میدوی میلسی. اما مادر تای شته شید، مادر فشار شکنجه شید.
چرا وحدت رفتی خونه ای نرفتی؟ در بدخشان یاد دارین وقتی پیشوازش میگیرن دایره و دمره خطی و رقص بازی خطی راست میره پیش کمپیر او چه جون در دستکو جونم کسلی هواپیما بیارم که ورتالیوت میبرمد کمپیر میگن نه آخه میبرمد او میبرم توبتت میکنم در دوشنبه. دیدن شیطان رول ابلیس بازی میکنه، شیطان رول شیطان بازی میکنه. وقتی مادرها تحقیر میشوند، ما 5 تا مادر گفتم، ما گفتم بیشتر از این زیادتر ای، اما اونو با دیگر نوع فشارها با دیگر نوع ظلم ها گرفتارن. ما 5 تایش که مستقیم و در 5 سال اخیر برای شما خاطررسان کردم. یک چیز دیگر هم بگم که 27 اوگوست 2021 شما میدونید که چی گفت؟ وزیر تندرستی تاجیکستان جمالدین عبدالله جمالدین زاده را جیانوی رحمانو فوتبال کرده بودن. در نتیجه چلسش به فکرم شکسته بود یا بنی شکسته بود. خلاصه زدنش خوبشم کردن. من اون وقتا گفتم حاضرم میگم هر وزیری را هر جیانی رحمانو، پسر رحمانو یا دختر رحمانو، دگانه رحمانو، خسر خشتومان، هر کسی که میزنه و هر وزیری را خوبش میکنه. حتی رحمانوف پسراش بزنن من میگم ملدست کار خوب کرده. جیانای رحمانوف میزنن وزیره به خاطر چی؟ مادرشون در بیمارخانه جانش دست میته، میگن کارمندای بیمارخانه نتونستن جانو را بخرن او را سلامتیش برقرار کنن. یعنی سبب طبیبا بوده به گفتی همونا نتونستن جراحیش با خوبی انجام بدن، جانش میبره، در نتیجه وزیر میزنن. بسیار کار خوب میکنن. وزیر خیلی گم شد، یک مدت ما توبت گرفت، بعد برآمد. تا زیرا شرح نداد حکومت که وزیر از زدن جزا گرفتن یا که نگرفتن. انا ببینین همیجا دم همی بیچاره، من نقطه اخیران بگم، گفتم پیشترکو میگم، نفرایی که مادراشون پدراشون حتی اینا به حرمتی کردیستن، رژیم دست درازی کردیستن، حقارت کردیستن، زدیستن، از نگاه ما باید اینا قصاص گرفته شوند. هر ملیسه کنکنده نباشه، هر کارمند امنیت باشه یا حکومت باشه، همه ما شما را میشناسیم، در هر منطقه همون هستن. اونا باید اینا را جزای سنگین داد. در این همی وقتی حکمرانی رحمان بعد اون نه، در این همی وقت باید اینا را به یک جزایی که بگم کارچه شبشون کن در کار یکون بخت قبیده، یا اینکه دسترشون ارماتور قد یکون بخت زدن در کار، یا اینکه اگر عذاب کمترین یا استانترین بگم باید که در معرکه هاتون اینو ره نتین. شما اولا اینو را باید اشکار کنین، نام نسبشون را بفهمین، صورتاشون را پرتاین و اینا باید ما سخت دستگیری کنیم. یعنی سخت بقبیم، جدی بگیریم که اینا را با سزای اعمالشون برسونیم. در همین دنیا، در این همین وقت حکمرانی رحمان بعد اینه ما این را مهلت باید نتیم. در دیگر کشورها این را میدونید شنیدگی هستین که با یک زن، با یک مرد کم ترک تحقیر شود، مردم به میدان میخیزه، کاری درست هم میکنن. در ما اینا یاد آوردم یا که ذکر کردم، نامشون گرفتم که این تحقیره. حتی در پیش رحمانوف کمپیرا رقص میکنن، این هم تحقیره. مردم باید به میدان ببروید، مردم باید طلب کنه که این مادرها را چرا شما چنین شکنجه میتین، چنین بدرفتاری، به احترامی نسبت اینا میکنین. مردم باید از اینو طلب کنه. خفانشینی، بی‌طرفی، بی‌شرفی کار خوب نیست. رحمانوف هیچ کار دوست نمیداره، رحمانوف به هیچ کار رحم نداره، فرزندای خودش دوست نمیداره. شما ای چی انتظاری؟ گفتم آخران صحبتم همینه که اینو باید نفرایی که با این مادرها تحقیر کردن یا در آینده تحقیر میکنن، ناسزایی میگن، گپای بد میگن، دست درازی میکنن، اینو را باید هر چی زودتر ما منتظر نباشیم. انا رحمانوف رفت شما گارینی میشن، انا رحمانوف رفت شما را ما چنون میکنیم. این کار من منطق دورش میبینم.
تا وقت شاید یا بمبرم برون. باید در وقتی زنده بدن رحمان ما گروه های تشکیل کنیم، ما باید نفرای را تشکیل کنیم. حتی بازم تکرار میگم باید قربان شوخی، یک نفر دو نفر باید قربان بشه و این خیلی گپ نیست. چندی نفر خچه کشتک علاو زد با نشونه اعتراض اخ نمیشین همجا یک این همی ملیسای ظلم یک تاشا میکشتی بعد میرفتن ترا میکشتن یا زندان میکنن. همون چیزی که خود میخواستی همون بود. اینجا درجه داشت. خودکشی حرام است، خودکشی جنازه نداره، خودکشی ایمان نداره، خودکش دوزخ ایجوش. اما نفری که ظلم میزنی، ظلم میکشی، ظلم هر نمود جزا میتی، تو بدون که تو پاداش داری. هر نفری نباشه، هر ظلمی را در هر جا نباشه، از اون جمله در تاجیکستان تو ثواب میگیری. تو ضد ظلم وقتی میبرو این را بدون که تو بنده خوبی خدایی. من دیگه نمیگم حدیث که جدای آیت کدام است. برای همین قصاص یک کاری بسیار مهم است، بسیار کاری خوب است. الله تعالی قصاص دوست می‌داره. برای این ما را حتی امر داده است. قصاص این میگه حیات شما. در قصاص میگه حیات زندگی شما. این سخن خداوند است. برای همین این نفر را اولین کاری ما میکنیم باید بشناسونیم شون کیان. اگر که پنهانی هم جزاشون میتن این هم بهترین کار. خلاصه اینا باید به جزا نمانند و در فرصتی زود در زمانی بسیار آینده اینا را باید جزا بدیم. اینه به صحبت ما درباره مادرانی که اذیت کشیدن، آزار دیدن در حالی که هیچ گناه نداشتن. هیچ گناه، حتی فرزنداشون گناه ندارن. من فرزندای اینا را گناهکار نمیدونم. گفته ایستم که هر نفری که رحمان هر چیزی میگه خوبش میگه و درست هم میگه، گناه نیست. رحمان وزیراش، جزیراش، دختر، پسر، هر مسئولی که در حکومت است هر چیزیشون میگه شما حقی شما، این آزادی شما، این دین شما، این دنیای شما، این حکومت شما، این ایمان شماست که شما را مجبور میکنه که شما حق باید بگین، پیرو حق باشین، از ظلم از ظالم باید شما نفرت داشته باشین، دور باشین. در آخر همون یک پارچه سخن احمقانه پوچ بیمانی رحمان فهمه اونم و همین صحبت ما با آخر میرسونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما مردان وظیفه داریم که همیشه با قدر رنج های کشیده مادران، زحمت و خدمت های زنان و دختران خود و امید و انتظاری های آنها رسیم. ما نباید فراموش کنیم که از پیغمبران سر کرده تمام نابغه و علامه های بشر از دامان پاک مادر به دنیا آمدند و در آغوش گرم او بزرگ شدند. ما در عصر 21 زمان پیشرفت علم و تکنیک و دستاوردهای بی‌سابقه عقل انسانی زندگی داریم. از این لحاظ باید از احساسات خشونت آمیز و تفکر عقیم مانده خرافاتی آزاد باشیم. شأن و شرف و حیثیت زنان و دختران را احتیاط و احترام کنیم. با آنها یعنی بانوان و دختران با نظر نیک و با عزت و حرمت مناسبت نماییم. ما باید دائم در یاد داشته باشیم که پروریده مادر با عفت و صاحب معرفت تاجیک و نماینده یکی از ملت‌های کهن بنیاد و تمدن‌ساز دنیا می باشد. با استفاده از فرصت خاطرشان می نمایم که نگاهبین و پرستاری مادر و پدر در پیرانسالی نیز قرض فرزندی و وظیفه جوانمردی ما می باشد. زیرا ثواب پرستاری والدین و برکت دعای آنها در دین مبین اسلام با حج اکبر برابر دانسته شده است.